همداران عزیز سلام علیکم. 19 یونیو سال 2025 قرار داریم در بلندی‌های دهه چربوق در پلاک تربوز ما. پلاک تربوز خیلی نشونامای خوب دارد. افسوس ملخ زیر کرده ایستاده است. ما امروز موسپیلان میزنیم. این تربوز رو بینید که الکی 1 متر دو پرتفته است. اکنون با گل کردن شروع کرده است. انا برادر ما حاجی او را کرده تربوزهایش رو دورو زده ایستاده است. تشکیل کننده من، یعنی که دورو پرو رو من تشکیل کردم. کورش از اینا انا حالا من به شما نشون میدم که تربوز رو ملخ چخیل خورده است. حاضر ما تربوز رو موسپیلان زده ایستادیم تا اینکه ملخ رو نه این تربوز رو بینید همش رو نصف کرده است. همون اینش رو بینید. لیکن نشونامایش تربوز خیلی نقص. خدا خواهد نوار آینده من از اینجا تربوز چه نشون میدم به شما. حوض خربوزه نشون میدم. یک جا خربوزه دیدم، یعنی این خربوزه نیهولش هست. این ملخ بینید، ملخ بینید، همه ملخ پوری ملخ. یک جا خربوزه دیدم، خربوزه رو رفته از نوار میکنیم. حوض تربوز رو بینید که چخیل نشونامای خوب دارد. از زمینش رو نشون میدم. چخیل برادریم از زمین رو خوکی کرده. نبینید خیلی سفاله کدگی و کدامی نه خوب گردان میکنیم. انا همین خیل نشونامای تربوز هر جو برآمده است، هر جا نبرآمده است. خیلی بینیم کنی چی میشود. خدای تعالی چی میتید. من این نشونامو رو بینید چه زور به آب زمین للمی فهماندتیم. با آدمایی که یک چند سوال دادن در زمین بی آب همی شده است. بله، با زمین به آب در حالت رعایت نمودن یک چند پرینسیپ های اگر تکنیکی در زمین های به آب می شود. این زمین از تیرمو سر کرده جوف کرده بودیم آب رو، یعنی نم رو جمع کردیم در زیر این زمین تا بهار 2 بار جوف کردیم یا 3 بار. بعد پیش از کوریدن باز 2 بار دیگه جوف کردیم، سیخمولا کردیم، علفش رو ریشهش رو جمع کردیم. من ریشه من همین اجر غلاف رو جمع کرده بودیم. شما در یک نوار نشون داده بودم. و خلاص گپ زمین رو به حالت اعلا آورده تربوز و خربوز رو ما کوریدیم. من این با حوتیت کنی هر یکتش 6 تا 7 دم دارد، 8 تا 9 دم دارد. خیلی میبینیم چخیل میشود. خلاص گپ حاضر این زمان ما باید از ملخ این رو نجات دهیم. من دیگه خوردگی ملخ رو نشون میدم به شما. من دیده خیلی میریم به سر خربوزه به شما نشون میدم. حاضر رفته